سبز کشمیری مه زلفای تو زنجیری مه یا مرا ببر به خانه خو یا بیا به خانه مه مانده شدم مه لا لا لای لای لا لای میگم همینجا مرق قناق بخوره که من 10 دقیقه سر خود بگذارم که شل شهید شدم. ایبری بر نری با که اگه خوابی دار شدم تو سلت میکنم. خر نه خر چی شد؟ ماندل باشین ماما. زنده باشین. سلامت باشین. ماما من میشناسین؟ نه. من خیلی امرو ماما خوشحالم. ایت باور کنی مایم بپرم. چرا چی خوشحالی؟ دل مامای مال به شما یک خوندن بخونم. خوندن هم یه داری؟ ها. یک خوندن رو بکن. از بس که تو آزردی دلم را جگری کی مشی من مطر منای مای تتر نای تا من نباشم دل بی شما رضا نمیشه. 1000 پیر سال داره این شهر یکی مثل این مامای کاجور می بار میکنه نمیشه. مطر منای نای تتر نای نای سری بوم آمدی بگفتی برو ماما خود کاکا خور بلستم قطع بالار مطر منای نای تتر نای نای بگفتی که چیزم ها انیت خوشحالم ماما. خوی خوشحالی تا چیه؟ ماما جان من امرا می تا فکر کردم که ایتا به جایه که بخکل دیگه خود شما بگم من شاید که باور کنیم. خوب من خوشحالم که خر من گم شد. یعنی خر رو گم شدن خوشحال میشه؟ ها دیگه ماما نه شما بگین چرا خر تو گم شد چرا خوشحالی؟ چرا خر تو گم شد چرا خوشحالی؟ انال ماما خر ما گم شد اگه من مثلا ماما با بالای خر میبیدم مثلا خر گم میشد گردن شما بعد ماما با گم نمیشدم. تم گم میشدی. آفرین واقعا به چی هوشیاری بیدی؟ چی رقمه؟ من پیر تالی هوشیاری. یعنی واقعا به چی هوشیاری بیدی؟ از عرب پیر ما تالی هوشیاریم. سیکو بله دواره اگه سکیل داری باسکیل داری اگه گوی داری هر چی داری سوار نشی. گوه که سوار نمیشه موتر سوار میشه. موتر سکیل هر چی که باشه. چرا ماما؟ دل خرت گم میشه دیگه تم گم میشی خودیو. ها اگه ماما یک روز مثلا نمیگم خاک به زبون شما خدای نکرده پیر ما اگه موتر بخرم سکیل بخرم ماما اگه من موتر سوار شم انا موتر ما گم شم هم خود موتر گم میشه دل کن خرت گم شد تو ولی خر نبید خرت گم شد اگه تم بالا خر میل خرم گم ماما من خر که گم شد اگه من بالا خر میمونم من خود خر گم میشدم. خر گم میشدی بیلا پیر مادر دیگه من نمیدیدم. خلاص بود دیگه پیر مادر دیگه من نمیدیدم. نه دیگه واقعا به چی هوشیاری بودی. وای میگو
به پیار خود خبر قول کرم میبری نیه داره باغچه شما؟ سه کده که باقی بخشه سه کنک برکن پیدا پین اینجا نداره اینجا نداره؟ نه پس ما مزیبت اگه سکیل هم پیار ما خیلی دور سوار نشم نه دیگه پیاده برم پیاده برو کمیشه خدای نکرده خاک به زبون شما گم شه اگه سکیل گم شد هم گم میشی خودی بیلا بیلا یعنی واقعا اینجا کاری شیری کردی هوشیارم نیو خیلی هوشیاری ما وقتی که ما مال سنم شاید 25 باشه خوب ما 24 که شدم هوشیار شدم فقط یک سال هوشیار شدی ها نه 24 سالگی خالی 25 ساله ای دیگه خب چند سال میشه؟ یک سال نه دیگه 24 ساله ماما یعنی 24 سالگی تو هوشیاری 24 سالگی هوشیار و حال 25 چند سال میشه؟ 25 سال میشه 24 سال دیگه یک سال که هوشیار پیش از هوشیاری بوده راستوی کمک کنه ماما نه زنده بشه می خشتار میبرو سر کار میبرو پس برون دیگه دلجم باش دلجم برو من به پیار خو میگم مونده خبر قلکم برو پیار میبرم میبرم یک خبر هم یک خبر قلکی برو سر درخت ها هست دیگه سعی کنی باق ما مال کو درخت ها جس کرده قلکه هست 100% هست موجود برو خوبه خیر بینی ماما کمر بفهمونده برو ماما اگه پیار موتر هم بخیری سوار نشو من ای دیگه ما چیکار کن چه سوار میشی دیونه که سوار میشی راست میگی ماما شما هم به بچی خوب بگی میگه میمیت خیر سوار نشو میشه گم شه خوبه اگه من دل تو بچه میدشتم به میرقم هوشیار بیت یک لوکه تریاکی میدگم یک روز فیصله میشد وای با خوشحالم هست اشته خوندن میکنه که خر گم شده چی رقم ماما؟ میگم بله تو هوشیار یا دیونه؟ بله تو هوشیار یا دیونه؟ من نام خدا به چی نقلی هوشیاری خب اگه هوشیاری چرا به تا سراغیت دم دادم شروع کردی؟ دم به خاطر از این ما خوشحالم که خر گم شده چی؟ خر به خاطر گم شده خر تو گم شده اونگاه خوشحالی؟ بله یا نه شما اگه مثلا میگم ماما با بالی خر خوب باشیم خب خر شما گم شه شما گم نمیشیم نه چرا گم شد؟ ما با بالا خر خوبشون خر ما گم نمیشه آنه شما بیعقلیم ماما شما ایتا بیعقلیم که خر من گم شده ما با بالی خر نبودم اگه ما با بالی خر بودیم نه خر من گم میشده خود من گم میشدم ماما بیاقل نفتاک و نبیری تو نه چرا؟ برو که می گلاره میته و تاری تو میزنم که به می دیوال بچسبی برو حرکت دی برو من سلی پیار خود نداره این به من اینجا خر ما گم شده شما خوشحال این خر من گم شده؟ ایواز می خر تو گم میشدی برو کله گندی ارتو سیکو برو دیگه تور ندیدم برو که تور مثل میگیلا به دیوال میچسبم ماما جان خر من گم شده من اگه میبیدم ما شما بپرسم خر من گم شده اگه من بالی خر میبیدم من گم نمیشدم خدای پاک بکنه که تو امال گم شی برو که نه تور ببینم نه امروز بعده برو تا مثل خجالت نمیکشی یار سا خودم بیعقلی بودی یار ای کنیه گردن ما بند باشه از 100 تا تخته بیشتر کن اصلا ای تخته چیزی نمیفهمه خاله گم شده واسه که بپاله و غم بخوره خوشحالی میکنه یار می تو آدم طالب اون بخونه ندیده بود چکی چکی این مرگ شما
سنگینی هم به کل مشوف باف کنم. این مثل که از زندگی خود الجمع دیگه. بله بیا یک دقیقه بیا. بشه میدی یک بله بابا چه کار شده آقا تو بگرفته؟ کی گرفته؟ به دور با خو میرخسی. ماما جو امرو اگه راست بپرسی بال ندارم که بپرم. چری؟ خوشحالی نه چه آقا تو زن دادم. نه کاش که من زن میدادم ماما. خب چه میتونم خوب رقصیده میایی؟ من خر به گم شده. من همی تا آدم هوشیار فهمیدی هستم ماما خوب. خب همی تا آدم هوشیار فهمیدی هستم که من صبح بالی خر میبردم به صحرا بالی خر سوار نشدم. خب الان من گفتم اگه من بالی خر خدا از ما بکار دیش که من بالی خر سوار نشدم. خب اگه من بالی خر میبیدم خر من گم میشد من گم میشدم. ماما جو بله هم خر تو که گم شده مگه تو برقصی. خوشحالم اگه او گم میشد اگه من بالی میبیدم سوار میبیدم گم نمیشدم. من نزدی شما ماما گم نمیشدم. اگه تو هم بالا خر شیشته میده خر گم میشه تو هم گم میشدی. دیگه نه من او گم شه من گم نمیشم. تو یک کار کن. همون درختار میبینی؟ بنا همونا برو از اونجا خبر غالکی و خبر دا برو با پیش پیار خب بس پیار داری؟ برو هم داری؟ برو با خونه خب بخاطر که تو یک بیستختی کم داری و شیار اگه میبودی من تو راهنمایی میکردم. وقتی که تو از درختا شما نداره؟ نه نداره همونجا داره. وقتی که تو از بیاغلی خو 30 سانتی کج میری برو بخیر برو بخیر من کار دارم بخیر. انت رقصیده بخو برو. خوبه از میگی دم 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 در دم 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 در دم 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 دم. وای 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 خر از این گم شده خوشحالی میکنه. بگیر اینو خوشحالی اینه چیه؟ خبر قلقه اینو قلقه خب ما قلقه ما چکا؟ قلقه برای من به تو خوشحالی بگم بفهمیدی؟ کو بفرمایین اعلی حضرت. خر گم شد. چی میگی؟ خر ما گم شد. اشوخی من می تقرار که دیگه با خونده میادم شادی میکردم زق میزدم من یک بار به مرتگاه که گفتک برو خود یک بچگاه که گفتک برو نه یک خبر قلقه به پیار خوب برار خوب کجام بابا برفتم به سرزمینو برار من خدا سر نه به تو براری داده کشته خر گم میشد من بالا خر میبیدم من پیاده میرفتم گردن خر به دستم بود. خوب خاکی که گم میشیدی تو گم میشیدی خر چرا گم شو؟ یعنی من خر از من بیتره. خود تو چرا بگذاری خر گم شه؟ خب من خر برده بیدم من به تاکندم من خر شو به سر پلوش خر شدم خر گم شده دیگه. تو همیز قرار میداری به سر پلوشا مردم خر میشی. سر پلوشا مردم به کجا از زمین مردم تیر میشدم. تو سیکولا بلا یعنی آره خر گم کردی؟ دیگه من جواب بابا چی میگی؟ جواب بابا خمین جواب خبر قلقه بیاردم بابا دیگه. خبر قلقه ما چکار کنو؟ خبر قلقه تو اصلا عقل کمال داری؟ اینا 2 ساعت ما از اونجا به ساعت خیلی و زری بالا شدم در سر درخت زردالو بالا اینا رو بیاوردم اینا تو پچیتا برک اینا رو کی ردیف کنه؟ حالا بیا برید که خر با پالین گم شده تو خوشحالی میکنی خر گم شده. بابا به 3 ساعت می خبر قلقه میارم چاله چه شدم دستم همه پوت شده دیگه. خبر قلقه با فرق ساعت بخوره بخیته بریم. یالا که به کجا برم بالا خطا خر پیدا کن. همین سه خر گم کردی. برو به ساز زمین از لالومت گلیون. بچه خاله جان
یا خری ندیدین؟ نه. برادرم سایا خر با گم شده بازم خوب شده که من برای خر نبودم. هر کس خر مار بیافته خر ما که بودن پالون هم برای خر بودن، زنجیری هم مختبیلی هم بگردن خر بود، منطقه طرف شو نمیدید. ما گاهی وقتی که شوها میرفتم به سرها خر میفتاد به جو یا خر پس بیده که میخورد به دیوال. سایه که برسیدی اصلا سایه رو نمیدید به هیچ عنوانه.